مدلی که نیاز به معرفی خاصی نداره و 5 سال هست که در برند پینکولش تولید مجدد میشه. مدل نادیا که به احترام نادیا خانم خودمون نامگذاری شده و خیلی از عزیزان در سرتاسر ایران این مدل رو همیشه سفارش میدن در پک‌های تعداد بالا و خیلی راضی هستن از این مدل که تولید مجدد شده. این مدل جزء مژه‌های نیمه فانتزی محسوب میشه. ترکیب افکت کایلی و افکت چشم‌گربه گوش بلند هست. فر 3D شلخته نیست به هیچ عنوان. برای تم‌های خلیجی و شرقی خیلی پیشنهاد نمیشه. برای افکت های در واقع چهره های اروپایی، میکاپ های اروپایی و رنگ های تند خیلی مدل زیبایی هست. رنگش کربن بلک، دیپ بلک نیست، خیلی مشکی نیست مثل مژه دستباف و شما عزیزان میتونید لیست قیمت این مدل زیبا رو در کپشن مطالعه کنید.